قاعده 108 بعثت پیامبر برای اطاعت از طریقه اش می باشد. بعثت پیامبر برای اطاعت از طریقه اش می باشد. این حال وقتی که پیغمبر چرا آمده؟ به خاطر ازی است که این طریقه و روش عبادت و اطاعت الله را بر ما یاد میده. پیغمبر بر چی آمده؟ که باید ما به طریقی از او عبادت بکنیم، به طریقی از او احکام الله را تطبیق بکنیم. یعنی او معلم هست که به شکل پرکتیک بر ما درس میده. صلوا کما رأیتمونی اصلی. رسول الله بر مردم میگه که اینه خودش میخواست استاد میشد و نماز میخوان و بر مردم میگه که اینی قسم نماز بخوانین. صلوا امر میکرد نماز بخوانین. امر پیغمبر دلالت به چی میکنه؟ به وجوب میکنه. یعنی واجب است، فرض از بالای ما و شما چی؟ نماز خواندن به طریقه کی؟ به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس قاعده اعتقادی اینمی هست که پیغمبر آمده به خاطر از اینکه طریقه عبادت و اطاعت الله را بر ما نشان بده. اینال اگر کسی مخالف طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم به طریقه های دیگرها عبادت میکنه، عبادت از این مخالف عقیدهش به نبوتی پیغمبر است. پس پیغمبر وظیفه چی است؟ که برای ما و شما طریقه عبادات و این به طریقه پیغمبر صلی الله علیه و عمل کردن چی هست؟ جز کلمه هست. ما و شما خواندیم که در کلمه طیبه ما و شما 3 تعهد میکنیم. تعهد اولی بود که یا الله بغیر از ذات تو کسی دیگر عبادت نمیکنیم. تعهد دومی که یا الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگر تطبیق نمیکنیم. و تعهد سومی چی بود؟ که یا الله عبادت و اطاعت تو را به طریقی کی میکنیم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. چرا به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم؟ به خاطر که الله میگه که و ما آتاکم الرسول فخذوه. امر است، امر الله است. آن چیزی که پیغمبر بر شما آورده اونمو رو بگیرین. اونمو قسمی که پیغمبر براتون گفته که نماز بخواین، نماز بخواین. امو قسم که پیغمبر روزه گرفته، امو قسم روزه بگیرین. چرا مثلا در قرآن عظیم شان گفته شده است که اقیم الصلاه، نماز بخوانین. لکن ما چی قسم نماز بخوانیم؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله عملا کلش بر ما تشریح کردن. صبحی وقت بخوان، پیشینی وقت بخوان، دیگری وقت بخوان، شامی وقت بخوان، خفتنی قسم بخوان، قیامی قسم بکن، رکوعی قسم بکن، سجده قسم بکن، کل چیزا را. پس این چی است که باید انسان این حال هر کس مخالف طریقی پیغمبر عمل میکنه ای به بدعت داخل میشه. پس طریقی پیغمبر سنت است، ضد طریق پیغمبر بدعت است. یکی سنت داریم، یکی بدعت. اگر یک عبادت به طریقه پیغمبر کردی تو سنت انجام دادی و اگر همه عبادت مخالف طریقه پیغمبر انجام دادی بدعت است. حالا بسیاری کسان نماز میخوانند، نمازش با مثل نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد نیست. این بدعت کار است و کل بدعت ضلاله. در نماز دعا میکنه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یا الله مرا در جمله انعمت علیهم داخل کن، یا الله مرا در جمله ضالین داخل نکن، مرا در جمله مثلا مغضوب علیهم داخل نشون. خب از یک طرف دعا میکنی پروردگار مرا در جمله گمراهان داخل نکن. و پیغمبر صلی الله علیه و کل بدعت ضلاله. هر بدعت چی است؟ ضلالت است. هر کسی که یک بدعت انجام میده در صف کی داخل میشه؟ ضالی.